او بیادر معاش ما را نداد، می کمردردار میگه از هیچ کدامش نداده، پلیس کمردرد است چیرا عین از مای عمله از هیچ کس نداده بچهش. این مای مبارک هم است، خداوند رحمت کنه. چطور است امروز تشنه شدی گشنه؟ والله بچم تشنم گشنم گنگ سفته و نمیبینی چه رقم است. خداوند قبول کنه ان شاء الله. کنای نمیخواد برده. اوه مگم شیر والی سمی کناین بخی. اما خدا کلان است. این امروز روزه ما گرفتیم کناین گنگ. چند بجه میاره نانای ما رو چند بجه میاره؟ نانای افطاری را؟ آن آمد نان. پوستای دیگر نان شزی مانده. او بیار شامتل به شکت والا ما منتظر نان بودیم. قروانه رسید بچه. قروانه رسید. بیار کم تو گشنم شدیم لالا خدا یاره دت گشنه شدیم. چی است که تو را بخوری خبر نداری فقیرم. قروانه رسید. خدا شاید امروز خدا شاید رحم کرده باشه یک تغییرات آمده باشه در قروانه ما. دو نفر. اینه یک سیلو از تو. چند نفر است؟ قروانه رسید. از من دو تا سیلو شد. از من نیم است سیلوی من. نه خود نمیشه بود. همینطور که کلانه داره موشا مقداره کماکیشو میخوره. این چی است؟ بشکنانش چی است؟ مشکل نکستانده نمیشه. میشه. قروانه رسید. این چی رقم توتا کنیم؟ این چی است؟ کچالو. او بیادر چی رقم با یک لنگستان هستیم از صبح تا شام از شب تا صبح این نان خوردن ما رو از مای عمل که ما را ماش ندادین این مریضی رو سایکو مشکلات سایکو کی گفتید با یک لنگ استاده شو؟ کی گفتید با یک لنگ استاده شو؟ خب دو تا پایداری با دو لنگ استاده شو. نه اینا رو بیایر. ما وظیفه ما به خاطر ملت ما به خاطر مردم ما استاد میشیم در این هفته و یک پایه دو پایه هر چی که باشه نان ما را سایکو. اینه کچالو. او کچالوی تر سایکو. او بیادر کچالو نیست. ما برای کل کمربندان نان میبرم. اینمی استقاقتان است. امی براتان خریداری شده. یک دانه کچالو، یک دانه سیب کت یک دانه سیلو. اینمی براتان میارم. البته لیاقت امیر داره. انرژی داره یا نداره. حالا ما نمیتونیم که خارج سیالی کنیم. ما اجازه بدید. ما نمیتونیم که خارج سیالی کنیم. در خارج نظر برای رژیم قرنطینه والا پیسه نفر خمیر هستی چه تو که طرفداریش میکنی تو خود چی میخوری؟ برای ما هم این سیلو هم میمانه برادر ما راست بگیم من این سیلو رو میمانه ما 5 دانه سودا میکنم. خب دانه 50 روپیه سودا میکنم. تو همون نفرای نزدیک خمیر و موین هستی که در رسانه‌ها میره داد میزنه میگه یا قهرمان است یا خانواده‌های قهرمان است یا کسایی است که در خط اول جنگ میکنن باز در بیرون ما را نان سیلوی نیمه میتی نان قاق میتی کچالوی وطنی میتی. اگر شما از اوبال میترسیدین ما را هیچ چیزا نمیدادین در رسانه‌ها داد ما را قهرمان میگن. نه برو پارشون خیر برو ما را تیر. در روز پلیس یک دانه گل آورده برای ما دادن نان برای ما بتی از ما عمل باش نگرفتیم برای ما بتی همین گپ ما را بر از او برسانه.